شهری هیسور و حالا در این ورزشگاه بازی اول در دوره نهم لیگ اولی مملکت شروع شد. صداشتکی داور دلر ضربه او و خیلی خفناک اما دروازه بم برمیگرداند. شهزاده شوراف با سرعت بلند به پیش میرود و به جریمه‌گاه نزدیک میشود. این بازیگر بتواند ضربه بزند. ضربه او با پای چپ اما دلر امام نظرов پرتاب ضربه با سر و بلندتر از دروازه. توی دوره 13 بر مقابل ایست روشن بازی خود را دایر کند. حالا حمله دعوتی دسته از خطر را میبینیم. فتح‌الله یک نفر را فریب داد و دسته برقچی اینجا نرسیده است به فتح‌الله. داوران در نهایت خلاصه گیری کنند. کورتی زرد برای نیرنگ بازی با فتح‌الله و خاطر اونه که پس بقیب جاویدان خوشبختov خیلی خفناک و دروازه‌بان اینجا خودی و کورتی زرد گرفت. حالا ضربه جانبی دروازه است خط و توپ در دستی دروازه‌بان. دسته مهمان در لحظه های آخر کوشش میکنند از فرصت خوبی خود استفاده برند. امکان برای زدن ضربه اما نه از ضربه هم زده میشود اما کمی دیر کرد در این لحظه برای پاس اجرا کردن فیردوس چقلوف که در هم اینجا هست. اما دلر ضربه میزند. ضربه نوبتی او خیلی خفناک و اما دروازه‌بانی بازی میکرد این بازیگر و حالا در حیات تیم اسخط بازی خود را ادامه داده ایستاده است. امکانیت نوبتی فرصتی 100% گلزنی بازم از دست میرود وگرنه امکانیت های زیادی از دست خواهد رفت. جهانگیر پرتاب نوبتی او با مرکز جریمه گل و ضربه کنجی. دلر امام نظرov بازم در نزد توپ قرار دارد. دلر امام نظرov بازم ضربه میزند اما دو نفری که دیوارچه دفاعی رو برمیگرداند. کریمov فتح‌الله پرتاب داخل جریمه گاه. جهانگیر ضربه او با سر و توپ در داخل دروازه قرار دارد. دوستان ارجمند بله ببینیم ایگرسورف را که کمی هم باشد در چهره او همان نمای روزی بودن پیدا می شود. پس فتح‌الله را ببینید که چقدر دقیق بود با اون جایی که باید درگشت حرکت میکرد. صاحب جان حکیمov ارسال میکند توپ را جانبی فتح‌الله و هجوم نوبتی دسته از خطر را میبینیم. فتح‌الله در جریمه گاه. فتح‌الله ضربه میزند. فتح‌الله اینجا موفق نمیشود. شاید بخشی ضربه جانبی دروازه و توپ در دستی دمیتری ستاژیلا. گرگاشف در حالت افساید قرار نگرفته است. پس او به مرکز جریمه گاه برقچی اما در کامولوف ضربه از مسافه خیلی هم دور جانبی دروازه اسخط. حالت افساید نیست. حمله ادامه می‌یابد. ارسال به مرکز و توپ از میدان زده بیرون کرده شد در این رقابت. ضربه نوبتی خیلی هم خفناک و بازیگران برقچی همین درصد داشته که داور بلند می‌شود. بله برقچی به حمله رفتن نتوانست در آخرین فرصتی که داور برای آنها داد و